3-4 روز بوده که روس‌ها حمله کرده بودن و مردم ایران از شهر ایران دفاع میکردن. مثلا اونا کشته شده بودن، اونا زخمی های اون جگاه که شما میبینید دو خانومه که سلام میده دست شوهر خود که در حال جنگ دیگه ای چا اینا بوده دیگه او زخمی که اون جگاه بستره دیگه میبینید این لباسه اینا یه همونو جا دیگه پایین ها بودن که مثلا آتششان کردن برای چای در میکردن نان پخته میکردن. او خانمه میبینید در پختن نان رو تنور خیلی یک منظره تانگا روسای وارد شهر شدن. این جیگو مثلا حتما مرمی زده خانه چاپو شده. دو قسمت که هستن طرف بره دارخانه مثلا برادت آماده باشه اون نفر دیگه دست یا کیت رو سلا دیگه یعنی تانگو روسایه هر این جگاه دیگه نگاه کنیم که چا اوه یک خانومی خود اولاد لکاف اومده بره بیرین شد بیر مردم چیورینه یه اسبایه او خانومه رو نگاه کنید بچه های داخل بغل اینایی خیلی منظره خب با دقت نگاه کنید. اینا روسایی که داخل موتر کشته شده. قسمتی که زیر تانگا ببینیم اونجا آتیشه تانگا در حال ساختن میسوزه تانگا میسوزه. و دوستان عزیز قسمی که در تصویر میبینیم منظره جادی جنگ 24 مردم ایران با بیل با کلیم با شهر ایران دفاع کرده بودن. قسمت شما با کل نگاه کنید خانما دعا میکردن بیچار خود جیر میزدن خانما خود سنگ میزدن دیگه بالاخره که تاریخ رسم شد که شهر ایران از دست روسا نجات دادن و اینا همه مجاهدین هم که همه که این جگاه تصویر شما میبینید در حالت آماده باش دروازه خانده ها را که اینا همه یک جا شده بودن که برای علیه شوروی شورش کنن و شهر ایران را دست از اون نجات دادن. این مردم ایران بودن که مثلا با بیل با کلیم روسا شکست دادن. او خانما بودن که سر بم دست به دعا بودن خود سنگ روسا میزدن. تفلک ها بودن که خودی جیر روسا میزدن. زخمی هایی بودن که نگاه کنید زخمی های بودن. اون مردم بودن خود باسکی خود کلیم نگاه خود کلیم خود بیل خود چوب